خدای پاک با تو یک چیری بداده، چرا با تو چیری خورد خراب میکنی، میری اما موسا موبلینا و موسا تیپتی میکنی، گریسار میمونی به سر کله خود فقط جینده میشی. دل ما به شور میاد داره که تو رو میبینه و تاری تو رو میبینه. پشت چشما ما بمونده. گردن ما بعد با شهر فکر میبینم کاراش میکنه، دل ما به شور میاد تا به دور و سر و تاری از این میبینم نون دل ما نمایه بخورم. آرایش که خواهم. شما مرتقب آرایش چی میفهمید؟ آرایش چی میفهمید؟ زیبا میکنه، مقبول میکنه. بله ها، زیبا مقبول شدی آرایش. خود کل پخ پخ خود. خود کل پخله خود. آره برو کار خود بکلگه. زن میای خور آرایش میکنه. خب همین آرایش چی رقمش نگیده؟ میگه آدم چون پریزاده میشه. میبینی تو خناق تو زن به خیر خوشی بگیری تو هر چی پول از من میستین اینا یک دروانه میکرده این همون زن اینجا چینده دیشته تو یک شیرین خوری دختر خاله تو نطور ببردم مثلا دختر خاله تو بردم یک شیرینی خوری تو سر کله خود چیک زنی به سر رو خملیده یک چی پول میستون از من میان اینجا اینا سعی کن چنده فقط دیکونه به دیکونا مگذر میه. اولی خیال کردم من خیال کردم کینه
مادر رمضان مادر گیره مادر رمضان بله بابا. اینه تو خود چیزی تیار کردی؟ بله. تو خود چیزی تیار کردی؟ تو ماینه مرد تاریخ حسین کو؟ کجای مادر تو؟ رفتم بزرگ سلام. شیرینی خودی. این لبس این یارو شاز نخو به دستوری خومدیدی تو خجالت نکشیدی او گفت اگه آدم پریزاده میشه. عجب پریزادی که بوشیدی نه پری بده بریز دیگه خوشی بده پرو که شغال شدی تو چیز خوش اخ تو این نبرد تاریخ و سعی بکو تو هم هر جمال خجالت میدی تو سعی کو تاریخو ها؟ تاریخ سعی بکو یک باینه برد تاریخ سعی کو آینه نداره. بده برو دستوری خوشی بده خجالت کش گفت اگه آدم مقبول میشه. آدم گفتن زن گفتن مقبولی بشه نمرد تو نمرد تاریخ اون مؤنثه کو تاریخو برو دیگه باشی دستور خوب عجب والا اتیار دیگه دیگه هر جا گذن تو برسه برو خور عراش کو که پریزادی میشی همین پیار من که با من هر کار داره بابا. و چی کار داره من؟ میگه مادر رمضان میگه مقبول میشدم. خب او خورتیار میکنه مقبول میشه من مقبولی نمیشم. پیار من مادم گپم میزنه که ماشی چه کار فلانه. چی فرق میکنه آرایشه؟ تبازاران مشتنی آرایشگاه مردانه. میگو تو خجالت نکشی که دستوری اینا و میخوای و چیش و کری و رو هم دستوری خونه دیدی تپی نکنم پاک بشید خوب بمو پاک تپی نخور ای داد بیداد پاک شو. نه لباس اینا همه سرخه لسپرین سرخ پاک نمیشه. پاک نمیشه چنگ لف کنم پاک کنم این سفیدی ها سر بکن سر بکن انمینا سعی کن خیلی تو بزن تاری تو این پنجاه خود چه کار کردی؟ پنجاه خودم پاک کن دیگه رنگ نخونه. نخونم پای بگو سعی کن. نه نخونه پاک کن چه اینا رنگ نخون کردی آه. وای 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 دلم جمعه که من با چه دارم میگو اگه من نمی آمادم اگه من به سرانه نمی آمادم اگه میتونم کشی میفتی چه کار میشو؟ کوچه؟ آه خوب زیبایی خوب مردم نشون میده که یعنی من مقبول شدم بعد به کوچه برم. همین تو چی دی میرفتی؟ وای 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 لباس تو باید پاک هم نمیشه پاک نشو. اینه پاک نمیشه اینو صبر کن بابا. همین بگیریم روی لبام به تویشون. تو باید استقلشون آستا بابا. دیگه تو بهش که کارا خوب بکنی همه درک دستمال کشیم بکن پاک شو. کمک پاک شو کمی نگاه بکن.
آستا بابا کار دیوری میچسبه. خب باید پاک شده که داده ساخته شد سایه چیش پاک شده سایه چیش؟ اینا پاک شده تو چی سب کنه؟ چی شاخه پیش کنم؟ پیش کن داده ساخته شد دیگه تو این کارو خوب کنم تو ترگوشو نزد که خودتو کیف کنی چند پینه خوسته که چه کار کرده پاک کده گدله دیرمان جان که اولاد دارم این پنجه سه کن اینو پاک نمیشه پاک شو! تا پینک با پاک شو! تا پینک تو سگ خوبه وای 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 بابا 11.5 ساعت پول بده و علیکم سلام یازدونیم ساعت پول می چکار کنی؟ خاطر ببینم خود جمپر کش میستنم مبارک باشه مبارک باشه زنده باشی آخه اونی که به جمپر داری همین که کشن کنی تزلی تن کش شده گذاشته آخه بابا صاحب عرصی و چی خواهی به همین برخو کنم می چی برش کنی؟ نه میستنم کش مثلا کن هست 11 جا پیوند داره تو مرد تا سر تا کارا تکلیف اصاب داری دونید افتادی به جمپر میدم و جدید لمیا اونا بودا به پینجری من جفت کشی میدم پینجری به افتادی به 100 افتادی پینجری به و افتادی به 100 افتادی به میشه چی خاطر ما 11.5 ساعت بدم به تو آخه بابا خب من با ما عرصی سبب عرصی و لیلمیا رو برخو کنم من کارا من پیارتون تو 11.5 ساعت پول به کسی کنه کردم 11.5 ساعت پول اشته پیامنه که پیار هم هست نسه کنیم 11.5 ساعت من تو به کسی خونه کردم یک دست سخت ساده و جونش مطال ندیدم خوب مبارک باشه آخه من پیارتونم گفتم اگر به پیار که بیترمی نکنه تو رقت شما چی رقم رقت ساده ندیدم سبب عرصی و چی خالی من همسه که جان یا خان یا جمپر نویه کش نویه کش من 10 جا پیوند رو باخو کنم مه 100 هفته دیگه میشه 200 به تو میدم برو خوب اجازه بخرج کش نم جمپر آنی کب نده اونا بس دانستون که اصلا برخو نمیکنم با عرصی رو برخو کنم اولی که عروسی نیه تو تکلیف اعصاب داری شیر نخوریه خو عرصی شیخش دا ماما چی فرق دار که جون یا خان جمپر نویه دیوم از جان تو که پا مدار خون میزنی هم بر عروسی یک پیران ما یک پیرانه که دیشته باشو ندیشته باشو میگم بگرد بخری خب ما عرصی کمیل تیر کردم بابا همین خبر ما بودن هیچی نگفتم شما ببین عرصی همین رو برخو کنم خیلی گه کن گفت نده کمیتا به تا گوشت بزن رنج تو رو کنم وکی نمان دیگه نانی تیار کردی به چی نادونه به جلوی تیار کن مستگه 2.5 همه به طول عمر به کسی کنه کردی بیدون برای تو بدم پول پیدا میشالی بابا چرا عباس گریه میکنه؟ واله که پیشی کجا بودی؟ بزو خونه گفتم واله که پیش حیات مبره شما به چرا سلام یاد شما میره؟ رامی نمیفهمم پایین سر یاد شما نمیره 12 ساعت و 13 ساعت یک کلمه پیل یاد شما نمیره سلام یاد شما میره حال حیات مبره حال عباس چرا گریه میکنه؟ پرتون میکنی میگی چرا گریه میکنی؟ مشون بابا مادر ما گفتم 500 پول بده 500 پول 500 پول ما چیکار کنه؟ گفتم ما جلو میریم برو با بابا خب بگو 500 پول بدن که ما میریم تو شیرین نخوری آفرین که جلوی میره هم زنکا جلوی تا بره بگو خدا حافظ راسته تو آفرینی ho که از هم جلوی تا بره خاله گفتم 500 پول بدن خب 500 پول ما چیکار کنی شما؟ من چون به من گفتم برو با بابا خب بگو که مادر تو گفتن که با بابا خب بگو 500 پول بدن که ما جلو میریم
بخشش باشه که کلیات در بانک امروز صبح از کیسه افتاده. برادر ما که بانکی ندارم، ما به سخت دینه ششته نیم. می یک آدم فقط بیچاره بینوایم. او میه 2.5 ساعت که مرا اختلاوات تیار میکنم. تو میه که 5 ساعتی که مادر می جلو میره. که تو به می جوانی نام خدا نام خدا چاق آباد وردن 5 ساعت ندیشی مادر که میدادی. و کیسه که خیلی باشه و چاق آباد چی کار داره؟ چی نداری؟ نه بابا خیلیه. با من دری به شما بدادیم. خیلیه؟ ها بخیر. بخور بعد اون 5 مادر من میزنم بابا. آفرین کسی پیار که چه نزن بخیر خب من کار ندارم من با مادر قد تقیافی 200 کیلو گوشت داره بیام پیش مگه 5 تا پول مادرم بگه بده که من جلو به جلو میرم که برو جلو به جلو یه عجب گپیه یکی 2.5 ساعت ماه یکی 5 ساعت ماه یک از 1000 و یک 5 برادر من به صاحب بانک چیزی نیم دیگه اگه به خاطر پول میای نه بیزی کنه دیونه کسی من خدا شما دیونه کنه